سلام. این اولین پست پیجمه. میخوام راجع به یه موضوعی باتون صحبت کنم. تا حالا شده که یه جایی از زندگی یه لحظه به خودت بیای بگی یعنی واقعا این همون زندگی بود که من میخواستم؟ میدونی من خیلی وقتا این حسو داشتم، خیلی وقتا هنوز هم این حسو دارم. با خودت فکر میکنی آقا واقعا همینه؟ یادم یه روز شلوغ کاری داشتم، خیلی شلوغ. چایم بغل دستم یخ کرده بود، گوشی رو یه لحظه نگاه میکردی پر از تماسای بدون پاسخ، پر از پیامای جواب نداده، کار کلی رو سرت ریخته. یه لحظه به خودت میای میگی آقا خب که چی؟ تهش چی؟ میدونی راستش اون موقع ها خیلی وقتها میشدش که فکر میکردم آقا من انگار برای بقیه کافی نیستم، برای دور و بریام کافی نیستم، هیچ وقت راضی نیستن. اون دختر خوبه نیستم، اون همکار خوبه نیستم، اون رفیق خوبه نیستم و هزار تا قضاوت‌های احمقانه میاد توی ذهنت که شاید خیلیاش واقعیت نداره ولی میاد تو ذهنت. شاید تو هم مثل من اینو حس کرده باشی، اینکه هر کاری میکنی، هر چقدر که تلاش میکنی، انگار یه جای کارت میلنگه، انگار که توی یه چرخه تموم نشدنی از کار، مسئولیت، توقعاتی که دیگران ازت دارن گیر کردی و نمیدونی چطوری از اون چرخه خارج بشی. این چرخه برای من سالیان سال ادامه پیدا کرد تا بالاخره یه روز تصمیم گرفتم همه چی رو از اول شروع کنم. همه چی رو از اول شروع کنم. اون روز من تصمیم گرفتم که به جای اینکه دنباله انتظارات دیگران رو بگیرم، یه ذره وقت بذارم خودم رو بشناسم، بفهمم خودم با خودم چندم، چی میخوام از زندگیم، از دور و بریام چی میخوام، از خودم چی میخوام، چی خوشحالم میکنه، چی ناراحتم میکنه. و از اونجایی که خیلی وقتها حال خوب من در گروه حال خوب بقیه بود، حال خوب دیگران بود. یعنی وقتی یه مشکلی برای یکی از عزیزان پیش می اومد، یه ناراحتی داشت، یه قصه‌ای داشت، اگر میتونستم حال اونو خوب کنم، حال منم خوب میشد. تلاش کردم که بدون اینکه خودمو نادیده بگیرم شاید بتونم به بقیه هم کمک کنم. الزاماً نباید که آقا خودمو هیچی نبینم که بتونم حال دور و بریامو خوب کنم. شاید بتونم بدون اینکه خودمو ندید بگیرم، از خودم بزنم، از همه چی خودم بزنم، تلاش کنم که حال بقیه رو خوب کنم. حالا اینجا توی جهان درون قراره با هم توی همین مسیر قدم بذاریم، با هم یاد بگیریم که چطوری اون عزت و نفس و اعتماد به نفس واقعی خودمون رو پیدا کنیم، نه اون چیزی که خوشگله. میخوایم که یاد بگیریم چطوری با خودمون مهربون تر باشیم، چطوری دست از سرزنش کردن خودمون برداریم. میخوایم یاد بگیریم که چطوری از اون نقش قربانی که این همه سال بازیش کردیم بیرون بیایم، بتونیم خودمون سکان زندگی خودمون رو به دست بگیریم. من میدونم این مسیر اصلاً مسیر آسونی نیست، ولی باور کن ارزششو داره. حالا تو به هم بگو، تا حالا همچین حسایی داشتی؟ تا حالا حس کردی که هرچی تلاش میکنی نتیجه نمیده، کافی نیستی، هیچ وقت بقیه راضی نیستن؟ اگر همچین تجربه هایی داشتی برام تو کامنت ها بنویس. شاید تجربه های تو دقیقاً همون چیزی باشه که یه نفر دیگه نیاز داره بشنوه. مرسی ازت که تا آخر ویدیو همراه هم بودیم. بوس خیلی زیاد بهت. مراقب خوبیات باش.